او روز یکی از همین شاگردا نامش نمیگیرم شکایتش به گوشم رسید. گفت والا من یک سال است میخوانم، هر چقدر میخوانم یک دسته سپاره خواندیم تا حالی او را یادم رفتیست، ناامید شده بود. والا من دیگه نمیخوانم. من چی میکنم؟ من دیگه نمیخوانم. من درس را اعلام میکنم، میرم میگم کارو بار دیگه میکنم. ناامید شده بود. من برش گفتم بچه چند شب خیستی نیمه شب اشک ریختی گریه کردی که خدایا ذهن من رضا کن. چند شب خیستی خودتون هم میرفت خودتون هم محاسبه کنید. شاید بعضی پیش خودتون میگین ذهن من کم است. چرا یاد نمیشه هر چقدر میخونم؟ چند شب خیستی نیمه شب گریه کردی دعا کردی. او کسی که از قرضداری شکایت داره من برش میگم چند شب تو خیستی نیمه شب گریه کرده باشه که خدایا از خزانه غیبی خود قرضداری مرا خلاص کن. چند شب خیستی نیمه شب گریه کرده باشی خدای من اولاد ندارم به من اولاد صالح نصیب کن. چند شب خیستی گریه کرده باشی که خدایا اقتصاد من ضعیف است اقتصاد من را جور کن. نمیکنیم ما از پروردگاری که تمام دنیا را آفریده من و تو را آفریده از او درخواست نمیکنیم، از بندهش درخواست میکنیم و شکایت میکنیم چرا فلانی بنده ثروت داده مال داده اولاد داده و من چرا نداده. این شکایت عجیبی را سعی کنید. پروردگار خوشش میاد که بندگانش ازش چی کنه؟ درخواست کنه، سوال کنه، دعا کنه. ذهنت کم است؟ بخینی میشه گریه کن، توبه کن، تقوا را اختیار کن. شاید دعا کرده باشی اما یادتان باشه اصرار در دعا داشته باشین، ناامید نشین. الدعاء هو العباده. اگر دعاتون قبول نشد خودش عبادت است. خب پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه به این امید نشین که دعا میکردم دعای من قبول نشد. نه، هفته ها ماه ها سال ها دعا کن، حتما یک روز قبول میشه. شاید اون دعایی که تو میکنی شاید بخیرت نباشه، شاید اون چیزی که تو بخواهی او بخیر نبوده که پروردگار بهت نداده. ما بخیر خود نمیفهمیم. پس کوشش کنیم همیشه هر چی که ما نداریم از خدا بخواهیم، نه از بندگان خدا.